آقای قاضی شرافتا هر چقدر میخوای حبس بنویسی بنویس. آقای قاضی شرافتا دزدی کردم؟ نه، دارم شکم زن بچه مسیر میکنم. آخه با این پای علینا نمیتونم برم کارگری. آدم شرمنده زن بچهش بشه ها. قبل این کارگری میکردی؟ ها، تا 3 سال پیش یه چای افتادم این پام از 3 جا شیده است. دیگه نمیتونم کارگری کار کنم، به خاطر همین افتادم به قاچاق. یه نشونی برات مینویسم. خب برو اینجا. کجا؟ کارخونه کمپوت سازی. بگو قاضی حسینی من فرستاده. بعد برات یه جریمه بنویسم دیگه. بابا جرم کردی. خود چقدر؟ یه مقدار مینویسم که بتونی خود چقدر؟ بتونی پرداخت بکنی. جنسام چی؟ جنسام بهت پس میدی؟ خیلی خب فردا بیا بهت بگم کی و کجا بری جنساتو تحویل بگیر. خوبه؟ خیلی مردی. خودت مردی که با این شرایط خونه نشین نشدی در خرج زن و بچه‌تو در میاری. برو به زندگیت برس. به سلامت. دست در نکنه.